میدونستین مانی خوشبین فقط روزی 10 میلیون پول سیگار میده؟ چند روز پیش این ویدیو از مانی خوشبین که توش به یه آرایشگر 50 میلیون تومان دستمزد داده مثل بمب تو اینترنت صدا کرده و برگای کل دنیا ریخته. خونه‌ای که اول این ویدیو میبینین خونه جدید مانی خوشبین تو کالیفرنیای آمریکاست و تقریبا 7000 متر مربع مساحتشه. مانی این خونه رو 70 میلیون دلار که به پول ما میشه 3500 میلیارد تومان خریده و توش دفتر کار و کل شرکت و گاراژشو یا بهتر بگم نمایشگاه ماشیناشو که سرجم 1000 میلیارد تومان پولشه رو درست کرد. از تجملات این خونه هیچ حرفی نزنیم بهتره. فقط یه نمونه عجیبشو بهتون میگم که خودتون به عمق لاکچری بودنش پی ببرین. شاید باورتون نشه ولی فقط همین مجسمه‌ای که مانی جلوی خونش گذاشته 300,000 دلار معادل 15 میلیارد تومان قیمتشه. ویدیوهای مانی رو که ببینین این ساعت سفید خیلی به چشم میاد. داخل این ساعت یه موتور کوچیک بوگاتی وجود داره و برخلاف تصورتون تزئینی نیست و موتور واقعا کار میکنه. کاملا دستساز و ساختش 3 ماه زمان میبره. 50 میلیارد هم قیمتشه. یه نکته عجیب دیگه هم درباره مانی خوشبین اینه که سیگار برگی که میکشه 5 میلیون تومان قیمتشه. خودش میگه معمولا روزی 2 تا میکشم، یعنی مانی خوشبین ماهی 300 میلیون تومان فقط پول سیگار